ببین، زندگی معامله است. چیزی میگیریم، چیزی میدیم. خودخواهانه است که تنها بخوایم چیزی به دست بیاریم و نخوایم چیزی از دست بدیم. باید یادمون باشه که عشق مثل گلوله‌ای از آتشه که باید مواظب سوختن دست‌هایمان باشیم. باید مواظب باشیم که هر از گاهی آن را دست به دست کنیم تا دستمان نسوزد و آزار نبیند. اگر طاقت نداشته باشیم از دستمان میافتد پایین و مثل چینی نازک صورتی یک دل حساس میشکند. صدایت میزنم گاهی، بگو جانم، بگو جانم، بگو جانم که جانم گفتنت جانم شده جانم. در این سرمایه بی سامان که جان در سینه میمیرد، بگو جانم که